سلام. به گفتگوی شهر هوشمند ما خوش اومدید. غیر رسمی، نیمه عمومی، نیمه تخصصی. سلام فراد جان، خوبی؟ سلام علی جان، خوبی؟ سلامت صبح باشید. بخیر. صبح شما هم بخیر. امروز میخوایم در مورد یکی از جوایز ارزشمند اسمارت سیتی اوارد صحبت بکنیم. جایزه گاورننس اند اکانومی که حالا در مورد ارزشمند بودنش هم یه مقدار بعد بیشتر صحبت میکنیم. خب همونطور که میدونی امسال این جایزه رو به شهر بروکسل دادن برای پروژه سیتی دیل ای اینکلوژن بای دیزاین که حالا اگه ما بودیم ای رو کنار اینکلوژن به این راحتی ها نمیذاشتیم، مخاطر اینکه دو طرف صدا داره و اینا. خب برای شروع به نظرت چه توضیحی میتونیم بدیم در مورد این پروژه؟ حالا خیلی جالبه که این پروژه دقیقاً داره میاد روی حالا بحث اصطلاحاً کوکریشن، هم‌آفرینی و اینکه دقیقاً سرویس ها رو توسط مردم پایه بودن سرویس خیلی مهمه که سرویس های مدیریت شهری رو به کمک مردم ایجاد کنه و از مردم نظر بخواد، سوال بپرسه. خیلی مهمه. آره. حالا قبل از که وارد بحث شیم یکم بحث لغتی هم بکنیم، چون من رو اسپل شهر اون مرکزش که مرکز حالا فارسیش این میشه مرکز دانش شهرهای فلاندر هستش. من گفتم اینجا با تلفظ جالبی داره کمک بگیریم. آره ما انجام آره که زبان گفتید هلندی هم هست. آره. این Kenniscentrum Vlaamse Steden. حالا امیدواریم یه بار بگیم چیه؟ Kenniscentrum Vlaamse Steden. Kenniscentrum Vlaamse Steden که مرکز دانش شهرهای فلاندری هستش. خیلی جالب. حالا تو دولت پادشاهی بلژیک، حالا یکم نمود خود بلژیک هم قبلش اگه موافقی یکم یه مروری بکنیم. من داشتم اینجا تو سرچ میکردم تو اینترنت. خب بلژیک میدونید که تو شمال به هلند وصل میشه، شرقش آلمانه، جنوب شرقی با لوکزامبورگ، جنوبش فرانسه، شمال غربیش هم با دریای شمال. بعد 58% مناطق بلژیک زبان هلندی یا گویش فلاندری دارن. حالا فارسی اینجا فلاندری نوشته که ما اتفاقا موضوع ما هم در مورد 14 تا از شهرهای فلاندری هستش که تو این پروژه دقیقاً ای اینکلوژن بای دیزاین دقیقاً اومده و روی این 14 تا شهر که مرکزیتش شهر همون بروکسل یا براسل هستش اونجا اینو پیاده سازی کردن و حالا خب نزدیک 60% منطقه بلژیک میشه. 28 تا سرویس عمومی اومدن ریدیزاین کردن. از حالت ریاکتیو در آوردن، خواستن که مثلا یوزر فرندلی باشه، اکسسیبل باشه برای آحاد مردم. من یه نکته دیگه در تکمیل اون صحبت قبلیم بگم، این که خب بلوش 41% هم زبان فرانسوی صحبت میکنن. کمتر از 1% مردم بلژیک آلمانی زبانن. بعد دیگه حالا نکات جالبش رو بخوایم بگیم، مقر خود چیز دیگه درسته اتحادیه اروپا است و خیلی از سازمان‌های بین‌المللی هم معمولا میزبانیشو داره، مثل ناتو، حالا جای مختلف. هتل کوبورگ هم اینجا بود دیگه، آقای ظریف میرفت اونجا. جدی؟ بیسکویت‌های بلژیک هم خیلی معروفه دیگه، شکلاتاش خیلی. آره. حالا خلاصه گفتم یه چیزش در خود فلاندر هم من یه سرچ کردم، چون مخاطب ما اینجا بیشتر تو این پروژه دقیقاً این 14 شهری هستن که تو این منطقه وجود دارن که حالا اسمش هم هستش رو ببینیم. این منطقه بزرگی، کلا منطقه فلاندر یه منطقه بزرگی از فرانسه، بلژیک و جنوب هلنده که بهش میگن فلاندری و گفته که حالا اکنون
یه منطقه به نام فلمیش، یکی از دو ناحیه خودمختار بلژیک دلالت داره که بزرگترین سرزمین فلاندر هاست و اینجا هم از لفظ فلمیش سیتیز اومده بود استفاده و خیلی جالبه. بروکسل که پایتخت بلژیک هستش میگه گرچه تو ناحیه فلاندر هست و حالا خود این پروژه مثلا بیس و خاستگاهش فقط تو این شهر ایجاد شده، اون مرکز دانشش هم همونجا هستش که یه نهاد وابسته به شهرداری بروکسل محسوب میشه. ولی خب جمعیت اصلی و به خاطر اون تاریخچه حکومتیش که اکثرا نهاد حکومتیش فرانسوی زبان بودن، جمعیت فرانسوی زبان خیلی زیادی رو تو بروکسل جای داده. یعنی با اینکه تو منطقه فلاندره و احساس می‌کنی که از زبانی باید به زبان هلندی نزدیکتر باشه، ولی جالبه که بیسش فرانسوی زبانن بیشتر. آره اینم حالا یه نکته‌ای بود که منم فکر می‌کردم که حالا پیش از این فکر می‌کردم که زبانشون فرانسوی، ولی خب حالا یه نکته جالبم این که اومده تاکید کرده چرا دقیقاً فرانسویه دیگه، هم دقیقاً می‌خواستم بگم. آخه نه اومده اینجا حالا برای این موضوع تاکید کرده که روی فلمیش سیتیز رفتم این کارو کردم، یعنی اونهایی که زبان فلاندری دارن. آره یه جورایی خود بروکسل هم جزء اون منطقه فلاندری، همین می‌خوام بگم. نکتهش اینه که خودش با اینکه تو چیزه و خب ادمنستریتیو لنگویجش شاید مثلا فرانسویه. آره حالا از نظر جمعیتیش، حالا ما فقط ساختار جمعیتیش حالا اشاره یه پروژه آن سایت میریم دقیق‌تر بررسی کنیم، چون واقعا از پشت کامپیوتر اینا خیلی سخته واقعا. بازی اطلاعات حالا اضافه اگه بخوام بدم، من دیشب که نگاه می‌کردم این در واقع شهر بروکسل رو گفتم یه مقدار بیشتر آشنا بشم. خود شهر بروکسل خب بافت تاریخی خیلی جالبی داره، بافت تاریخی قدیمی داره و کلیسای مثلا خیلی بزرگی داره، محل حالا مثلا کافه‌های زیبا و قشنگی داره که حالا در حالت پیاده راه‌های ما هستن، یعنی مدلشون مدلی هست که خیلی هم مثلا ماشین توش تردد نمیکنه و بیشتر مردم محورن و مردم میرن حالا بعد از ظهراشون و شباشون اونجا میگذرونن. بحث کنسرت و موسیقی و اینها هم که اون هم الا ماشاءالله زیاد داره. این یک حالا روی در واقع شهر بروکسل، یک روی شهر بروکسل هم یک گزارش از دویچه وله من نگاه میکردم که میگفت 1/3 حالا کسایی که توی این شهر هستن اصلا از خط فقر هم پایین‌ترن. بحث تفاوت طبقاتی اونجا یه مقداری زیاده و البته خب اونها بیشتر مهاجرینن، یعنی نیتیو های اونجا انگار توی این کاتگوری نیستن، ولی خب مهاجرینشون بالاخره وضعیت خیلی جالبی ندارن دیگه. حالا فکر میکنم که یه بخشی از این پروژه هم که نگاه میکردم یه هدف گذاری در اون زمینه داشت. حالا یه توضیح هم در مورد خود پروژه بدیم فعلا به عنوان نقطه شروع. این مرکز دانش شهرهای فلاندری که حالا مخفف KCVS میشه که توی منطقه 9 در حقیقت اون شهر بروکسل فکر کنم شروعش انجام شد، دیستریکت 9 هستش اینجا نوشته. این پروژه کلا از 2022 از سپتامبر 2022 شروع میشه تا دسامبر 2024 و هدفش این بودی که بیاد حالا سازمان‌های مختلفی رو دقیقاً برای انتقال تجربیاتشون که به شهرداری‌های کوچیک و متوسط کمک بکنن با بودجه دولت فلاندر که دولت مرکزی میشه. و حالا این تشویق شهرهای دیگه که اون 14 شهر دیگه که تو منطقه فلاندر هستن خدمتتون عرض کردم، عنوان اسکوپ اصلی و قلمرو اصلی پروژه هستش و بیان اون بحث حالا اصطلاحاً اینکلوژن، اون فراگیری و اون شمولیت بیشتر دیجیتالی رو بتونن تو کار روزمره خدمات عمومی که شهرداری‌ها ارائه میدن به مردم اون مناطق ارائه بدن. که خب حالا تو این جایزه حکمرانی و اقتصاد ما در مورد رقباش هم صحبت کردیم، بعد نیست میتونیم صحبت به حد که ببین چه شهری بودن. صحبت می‌کردیم 14 تا شهر اسم آشنایی توشون هست. اگه ببین الان بهت میگم واقعیت شهراشون اون آخریش که اینجا اومده تو این لیستی که من دارم میبینم همون براسل هم بروکسل هستش که کمیسیون حالا جامعه فلاندر که یه حالا کمیسیونی هست که تقریبا ذیل خود ساختار شهرداری میشه، ولی شهرهای دیگه شو حداقل من اسماشو
نمیشناسم. آره لیکش نوشته نیکلاس اگه اشتباه نکنم، نمیدونم حالا تلفظاش رو من واقعا هلندی بلد نیستم، من عذرخواهی میکنم از مخاطبین هلندیمون. آره ترنهاوت هست، نمیدونم جنک هست، گنت هست، بروچ. گنت رو شنیده بودم. گنت یا خنت میگن، یه تیم فوتبال هم داشتیم. جدی بفهم. بعد آنتورپ هست، آنتورپ هم باز دوباره یه تیمشون رو میشناسم. بروژ هم گفتم، بروژ و بروژ بلژیک. آره آلستن هست. آره آلستن هست. رقباش هم یه نگاهی بکنیم، شهر کوردوبا بوده، شهر الویو اوکراین بوده. کوردوبا کجا بوده؟ و ریاض. کوردوبا مال آرژانتینه. کوردوبا شهر آرژانتینی هست که یک اسمارت سیتی فاند راه اندازی کرده. گفته که اولین در واقع فناوری، یعنی صندوق فناوری های دولتی گافتک فانده در منطقه آمریکای لاتین که تمرکزش روی اوپن اینویشن بوده و سرمایه‌گذاری روی استارتاپ هایی که میتونن ایمپکت بالایی برای مدیریت شهری داشته باشن. یکی از رقبا این بوده. یکی از رقباش دیتا دریون گاورننس این الویو، بحث حکمرانی داده محور، دیتا دریون توی اوکراین اومده این کار رو انجام داده. اومده عملا اینتگریت کرده سامانه های مختلفی که داشتن. این شاید واقعا یکی از باتلنک هایی باشه که ما هم داریم، یعنی از این جهت میتونه برای ما هم اهمیت داشته باشه این پروژه که اینتگریشن پابلیک باجت، بودجه عمومی و حتی مثلا سیتی هاتلاین ها و ای پتیشن. حالا ای پتیشن رو من معنیش رو هم ببینم که خیلی خوبه. چهارمیشم بازم ریاض بود، نه عربستان. آره. بحث دادخواهی و این هست. این بحث ها هست و بعدیش هم بعدیش هم بحث ریاض هست. رود ریسرفیسینگ گاورننس، بحث این که بخوان بازسازی بکنن جاده ها و راه ها رو با استفاده از حالا دیتا های GIS و با استفاده از تصمیم گیری داده محور اومدن این کار رو انجام دادن. بر اساس حالا ادعای خودشون 700 میلیون ریال سعودی هم تونسته تا الان براشون سیوینگ داشته باشه برای شهر ریاض، که باز حالا 700 میلیون ریال سعودی میتونیم بگیم تو USD خب 700 میلیون میشه هولوش 186 میلیون دلار. حالا چون این بحث جایزه به قول معروف گاورننس اند اکونومی مطرح شد، من انداخت یاد سال 2021 اواخری که ما اصلا به همین دلیل گفتیم مهمه این جایزه. آره اگه باشه یه طرحی بود به نام طرح باهم، جزء یکی از اون 12 طرح اصلی برنامه تهران هوشمند بود که خیلی هم یادم اون موقع یه تعلق خاطری داشتیم، به خاطر اینکه خب ما از دنیای تکنولوژی وارد حوزه شهرداری شدیم دیگه. ولی من خودم یادم اولین باری که من همیشه خودم اگه باشه صحبت می‌کردیم تیم شهر هوشمند یکی چی میگم مساوی دیالوگ، اصلا علت که این گفتگوها رو ما داریم ترتیب دادیم چون به نظرم همین که با هم حرف میزنیم، چون خیلی وقت آدما دوست ندارن با هم دیگه حرف بزنن، میترسن یا مثلا میگن که جیز مثلا حرف بزنی ممکنه یه چیزی اشتباهی بگیم یا مثلا ممکنه بعداً تعهد بیاره. اینها ما برام رو تیم غیر رسمی داریم یه سری گفتمان میکنیم. به نظرم همین گفتگوه یعنی شهر هوشمند. واقعا اون موقع هم خیلی من روی این تاکید داشتم که صحبت کردن یعنی هوشمندسازی. توی یادم اون موقع مثلا ما اوایل که وارد شهر شدیم همه چی آی او تی می‌دیدیم، یادت مثلا اولش میگفتیم و حتما باید سنسور داشته باشه. بعد که رفتیم جلوتر دیدیم نه، تو دنیا هم درسته اون اوایل خیلی در مورد تکنولوژی صحبت میشه و ما هنوزم معتقدیم مثلا شهر هوشمند بدون فناوری دیجیتالی یه حرف به نظرم غیر واقعیه و فیکه. بعد کم کم دیدیم که نه، خیلی جاها واقعا بحث مردم اصلا داره خیلی جدیه. یعنی اصلا شما بدون حضور مردم، بدون مشارکت مردم
شما صرفا یه سامانه داشته باشی، یه اپلیکیشن داشته باشی که خود این اپلیکیشن یه اصطلاح انوینگ، مزاحم، آزار روح و روانت. تو اصلا چرا باید مثلا یه کاری که میتونی مثلا با تلفن بزنی ارتباط بگیری، چرا باید بیای با اپلیکیشن این کارو انجام بدی؟ چرا مثلا عدم توجه به ذینفع نهایی دیگه. آره یه جایی تو پروژه رو انجام بدی، چرا؟ چون دوست داری پروژه رو انجام بدی. کاری نداری حالا مثلا ذینفع نهایی هپی هست یا احسن. ما همین الان کلان شهر تهران، خب افراد بالاخره هم جامعه جوان داریم، هم افراد میان سال رو به سن بالا داریم، هم مسن داریم. چرا باید با هم به سختی افراد مجبور شدن که حتما رو اپلیکیشن درخواست بدن؟ یا این تلفن‌های گویا، واقعا این تلفن گویا به نظرم خیلی جا ما الان همه جا میگیم الان یه مود شده دستیار هوشمند اضافه میشه که حتی دیگه اون با شما صحبت کنه. چرا واقعا؟ یعنی یه جا خوبه ها، نمیگم بده، ولی این یکی از چیزاست. من اگه نخوام، دوست دارم یه نفر انسان موجود زنده اصلا با من حرف بزنه. هم یه حس ارتباط اجتماعی، انسان موجود اجتماعی دیگه. این به نظرم خیلی مهمه که ما به این نکته دقت کنیم. حالا اون زمان هم اگه دمتون طرح با هم اگه باشه، یکی از طرحهای جدی بود، خیلی هم سرش دعوا بود. یعنی اولا خب جزء اولویت اول واقعیت نبود دیگه. ما اول از بحث سامانه تهران من و بحث به قول معروف اون خدمات شهروندی شروع شد، ولی بحث‌های دیگه هم بود، بحث زیرساختی و تحول دیجیتال داخل شهرداری و اینها. ولی یکم که رفتیم جلوتر دیدیم این ارتباط با شهروند خیلی موضوع حیاتیه و باید نظرات اونها هم بیاد دیده بشه. نظرات هم نه نظرات تزیینی که مثلا میگه ما نظرات گرفتیم، این که بیان حتی آره من یادم اون زمان ما خیلی بررسی می‌کردیم، بنچمارک می‌کردیم، تو اسپانیا بود، تو خیلی شهرهای اروپایی، فکر کنم تو خود بلژیک هم الان اسمش رو چه پلتفرمی بود. و یه نکته خیلی جالب بود که مثلا میومد ملت، مردم نظر میدادن عین یه رفراندوم، ولی یه رفراندوم یک همین سطحش در سطح شهر و منطقه و اینها بود، کامیونیتی بود. بعد اگه مثلا یه نفر شما مثلا اگه یه رأی میدادی یا یه نظری میدادی، مثل یه پروپوزال بود، بعد ملت مثلا ساپورت میکردن که مثلا اگه از یه عددی مثلا بالاتر شد، فکر کنم مال مادرید بود اگه شما شورای شهر بعد مطرح، آره مثلا بالای 1000 نفر اگه شهروند این نظر شما رو ساپورت میکردن، نه اینکه شورای شهر بعد انجام میداد، ولی بعد میرفت مثلا روش بررسی میکرد، بعد پاسخ میداد. این روابط بین حالا حاکم و رعیت یا بین معروف مدیریت شهری و شهروندان خیلی ارگانیک و خیلی سازمان یافته بود. آره خیلی به نظرم تجربه جالبی بود. ما اون موقع یاد باشه 2021 این پروژه رو بردیم تو همینجا، یکی از کاندیداهای این بحث بود که البته حالا اون موقع چیز برنده شد دیگه، گلوبال اسمارت سیتیز آلیانس، گروه G20 که اومده بودن، آره پابلیک پرایوت مجمع جهانی اقتصاد، آره پرایوت سکتور پارتنرز مثلا داشتن پروموت میکردن و دنبال اون بودن که مثلا راهکارهایی بیان ارائه بدن که شتاب بدن بست پرکتیس ها و حالا کاهش بدن ریسک ها و اینها. فقط اینم بگم چون بحث تهران شد، ما حالا من داشتم چند روز پیش یه سرچی باز دوباره میکردم، این بحث مثلا فقط طرح با هم یا پروژه با هم نبوده. ما حتی از خیلی وقت پیش مثلا دهه 70 یه طرحی داشتیم به نام طرح شهردار مدرسه که اون اوایلش خیلی هم گویا چالنجینگ بوده موضوع و مثلا میگم این بحث کار سیاسیه، چرا مثلا مدارس رو دارید درگیر میکنید، تو زمانهای کرباسچی بود یا اوایل دهه 70 بود. بعد خب اینم واقعا یه جور مشارکت بود دیگه، مشارکت یعنی و هنوزم فکر کنم هم چند روز پیش بود که دقیقاً یکی از اجلاس‌ها بود تو برج میلاد که مثلا حکم اون شهرداران مدرسه رو توسط آقای دکتر زاکانی بهشون دقیقاً تنفیذ شد و مثلا داده شد. خب که این یک کار واقعا مشارکت شهروندیه. حالا همین یکی دو سال اخیر هم مثلا ما مشابه همین طرح با هم تو این دوره شهرداری بود، من شهردارم، ولی این که اینا ضمانت اجراییش خیلی مهمه. یعنی واقعا این پروژه صرفا این پروژه تزیینی نباید باشه، باید اینطوری باشه که مردم واقعا میرن نظرشون، اولا نظرات واقعا دموکراتیکه، داره نظرات دیگر داره روش نظرات میدن، رأی میگیری میکنن و بعد داره اجرایی میشه. این گزارشش و اینکه ارائه میشه خیلی به نظرم ارزشمنده و اینکه این ادامه کارش میتونه دوام داشته باشه این کارا. من حالا دیگه
به نظرم کم کم بحث رو جمع بکنیم، فقط یه مروری بکنم روی سالهای گذشته. حالا سال 2021 که گفتیم که حالا چه گروه جی 20 برنده شد، تهران و هوشمند هم جز کاندیداها بود. ولی خب حالا تو این بین سال 2024 یعنی پارسال یه طرحی برنده شده به نام Get Online London GOL که این هم روی در واقع موضوع اینکلوژن بوده، یعنی Pan City Sustainable Digital Inclusion Service. یعنی بیان دوباره کل مردم شهر بتونن به سرویس های دیجیتال دسترسی داشته باشن. سال 2023 یه پروژه جالبی، حالا از نظر من جالب بود، پروژه US Mayoral Round Table، یعنی میزگرد شهرداران امریکا و چندین شهر حالا عضو این طرح بودن. حالا نکته جالبش، من حالا خیلی واقعا نمیخوام وارد این بشم، ولی خب نکتهش این بود که مثلا یک پروژه اومده بود اونجا برنده شده بود که پلی زده بود بین بدنه دولتی و خصوصی و نوآوری و اینها. این مدل جالب بود که حالا سال 2024 هم اتفاقا روی همین حساب یه پروژه مشابهی از شهر مونپلیه فرانسه هم اومده بود که حالا اون دیگه برنده نشده بود. و خدمت شما عرض شود که سال 2022 یک شهر از یعنی شهر دوبلین، میشه چه کشور، ایرلند، شهر دوبلین برنده شده بود و 2021 هم که خدمتتون عرض کردم. حالا در مورد خود این پروژه شهر بروکسل من یه سری آمار و ارقام بگم. این خب 28 تا اومدن به نوعی سرویس دقیقاً مبتنی بر طراحی انسان محور رو داشتن و برای این خب 50 تا دوره آموزشی تو این 2 سال از 2022 سپتامبر 2022 تا کوچینگ اصلا مهم بوده. موضوع کوچینگ خیلی جالب بوده و بیش از 200 کارمند رو تو این 13 تا شهر و اون منطقه VGC بروکسل دقیقاً انجام دادن. یه تول باکس و یه جعبه ابزاری هم حالا به عنوان یه حالت گایدلاین و راهنمایی هم گذاشته دقیقاً دولت محلی که چجوری این خدمات دیجیتالی حالا اصلا کاربرپسند و دقیقاً مطلوب شهروندان رو ارائه بدیم. که مثلا این حالا 6 تا مرحله هم داره. یه مرحلهش بحث آماده سازی دقیقاً چارچوب بندی پروژه به چالش کشیدن، یه سری پیش‌فرضا که مثلا تو این پروژه چه اتفاقی باید بیفته، چه شرایطی باید طی بشه رو مثلا به چالش کشیدن تو مرحله اول. بعد بحث تحقیق و شناخت واقعی نیاز کاربران که مثلا اون شهر مشخص چه نیازی واقعا مردمش دارن، چه موضوعی داشتن. اینکه نیازش هم بحث شکاف دیجیتال دیگه. الان دارم نگاه میکنم 11% به اینترنت دسترسی ندارن توی منازلشون، 25% فقط از گوشی هوشمند میتونن استفاده کنن و 30%شون از خدمات دولت الکترونیک عملا نمیتونن. اصلا این که نزا همون که اول صحبتم گفتم که این طرف که من میخوام تلفنی یا حضوری میخوام بیام خدمات بگیرم، حتما نمیخوام مثلا رو اپلیکیشن. آره این الان طرف بعد شما چیکار بکنید این اینگیج شه. مرحله دوم پس بحث تحقیق هست توی موضوع. مرحله سوم خلاصه سازی که اولویت بندی بر اساس اون نگرش و نیازهای کاربران هستش. مرحله 4 وارد طراحی میشیم که اینجا اون خلق ایده های نو و نمونه سازی، همون بحث کوکریشن، همآفرینی اینجا مطرح میشه. آزمایش و تست اون حالا سولوشن ها، راه حل ها قبل از پیاده سازیه و در نهایت بحث اقناع. ما واقعا یک از بحث‌هامون واقعا موضوع قانع کردن اون تصمیم گیرانه، یعنی میان بعد از این مراحل در نهایت میگن که الان این نیاز این شهر اینه، شرایطش اینه، حالا باید بیایم قانع کنیم مدیریت شهری رو که و حالا اون اصلاحات لازم رو انجام بده. دیگه عرض کنم خدمتتون که خیلی پروژه جالبی بود. میگم این داشتم نگاه میکردم چه بسا واقعا برای کشور خودمون هم ما نیاز داریم این تعامل دیالوگ و نوع کوچینگ خیلی واقعا نوع مایندست رو نیاز داریم دیگه. این که ما بیایم خدماتمون رو ممکن بکنیم، یعنی امکان پذیر باشه، واقعا دسترسی امکان پذیر باشه. موضوع FS اصلا مهمه. معمولا اینجور چیزا، اینجور موارد، حالا بر اساس تجربه هم که داشتیم، مواردی این که توی خیلی از پروژه ها مخصوصا حالا توی ساید حاکمیت ایگنور میشن و
وقتی این حرفا رو میزنیم میگن که حالا که چی کرد. دقیقاً این خیلی جالبه که این هی هم میگه توضیح میگه من انواع نشست‌های ماهانه، نشست‌های بین بخشیات ما، حالا ما نشست‌های ما که اینجا غیر رسمیه برای اینکه این کارا راه بیفته، ولی خیلی از این نشست‌ها آفیشیالی، یعنی اینجا شما مجبور میکنی افراد که اینگیجن، مشارکت کنن. مثلا این یه آماری اینجا داره میگه که این حالا میگه چرا این خدمات دیجیتال فراگیر مهمه. مثلا میگه تا یه آماری بوده در سال 2023 گفته 99% مردم فلاندر حداقل به یک وسیله متصل به اینترنت دارن. خیلی مثل آمارایی که ما داریم، مثلا میگن الان شما تو ایران فلان همه مثلا الان ضریب نفوذ فلان اینه. خب این آمار اینه. بعد داره میگه ولی تحقیقات میدانیمون در عمل در میدان این اکشن بررسی کردن، میبینن که 38% از مردم احساس میکنن که فناوری دیجیتال برخلاف میلشان با آنها تحمیل میشه. خیلی جالبه این آمار. عملا دیگه زوری ما من نمیخوام استفاده کنم. استفاده نمیکنه. آره. کسی که این فکر رو میکنه بعد استفاده نمیکنه. گفته تنها 22% مایلن همه چیز آنلاین انجام بدن. یعنی 78% مردم نمیخوان همه چیشون آنلاین باشه. این خیلی جالب. من یادمه ما اون زمان که توی تیف بودیم بحث کنتورهای هوشمند بود، من یادمه یه دقیقاً اصطلاحاً کامیونیتی بود تو آمریکا مخالف کنتورهای هوشمند بود. یعنی تصورات و راهپیمایی رو می‌کردن که ما کنتور هوشمند نمی‌خوایم. حالا این خیلی این که باید اینا دیالوگ بشه و صحبت بشه. یا مثلا اینجا یه آمار دیگه نوشته بود، اینو هم شما گفتید کنن ها، که افرادی که با درآمد پایین هستن آره چند درصدشون 11 درصدشون اصلا اینترنت ندارن. مثلا چقدرشون تلفن هوشمند و فقط 1/4 تلفن هوشمند دارن. حالا این به هر حال هر جایی بالاخره شرایط خاص خودشو داره و به نظرم خیلی جالبه. میگه شما منتظر نمیمانید مردم خود رو با شما تطبیق دادن، بلکه خدمات رو باید با نیازهای مردم تطبیق داد. این دقیقاً این فلسفه اصلی این هستش. حالا یک نکته دیگه برای این حالا فکر ما داریم این ضبط تو آذر ماه انجام میدیم دیگه، فکر کنم 12 آذر هم روز دقیقاً جهانی بحث افراد با معلولیت بودش. اینجا مثلا یکی از رویکرداشون اینه که دسترس پذیری برای افراد معلول هستش که مثلا گفته نداشتن موبایل مثلا یا یه ابزاری برای تایید هویت یا سواد دیجیتال با اون سطح زبانی مثلا پایین، بحث نگرانی‌های امنیتی مثلا یکی از موضوع خیلی مهم برای افرادی که خب معلولاً خب نگرانی امنیتیشون خیلی خوب بالاتره، بحث موانع اجتماعی و روانی، همه اینها رو باید بهش غالباً توجه بشه دیگه. خیلی هم عالی. فکر می‌کنم که گفتگوی خوبی شد در مورد حالا جایزه گاورننس امسال و حالا یه مروری هم کردیم روی عملاً از سال 2021 می‌خوایم در نظر بگیریم روی 5 سال گذشته که روی چه حوزه‌هایی دارن عملاً شهرهای پیشرو دنیا فعالیت میکنن و سیاست‌گذاری اصلا روی چه سمتی موضوع اینکلوژن الان 2 سال پیاپیه که مهمترین موضوعی هست که دارن جوایز شهر هوشمند رو حداقل روی این موضوع دارن اعطا میکنن. خیلی خوشحال شدیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدواریم که گفتگوی خیلی خوبی بوده باشه، امیدواریم که مفید بوده باشه و خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو در مورد ادامه این گفتگوها بیشتر داشته باشیم. ممنون. خدا نگهدار. خدا